من دکتر ابوالقاسم جعفری هستم و حدود 30 سال سابقه تدریس تاریخ ادیان دارم و زبانهای ایران و باستان رو خوندم و آیین زردشت رو شاید بیش از 20 سال تدریس کردم. میخوام یک هخامنشی براتون معرفی کنم. میدونید که از ایران و باستان کلمات تغییر میکنن. مثلا وهمنه میشه بهمن، اش و هیشتر میشه اردیبهشت، خشستر و ایریه میشه شهریور و مانند آن. هخامنه میشه خامنه و در اسم سید علی خامنه ای یه سید هست که یعنی از تبار سادات، یه خامنه هست یعنی از تبار هخامنشیان. روستای خامنه یکی از روستاهای باستانی ایرانه که اینا تبار هخامنشی داشتن. در وجود سید علی خامنه ای 2 تبار به هم دیگه میرسه، یکی تبار هخامنشیان ایران و یکی هم تبار سادات که هر دو شجاع بودن. از خامنه ای انتظار ترس نداشته باشید.